هستم و تا هستی همراز تو خواهم بود، تا ساز و دم دارم دم ساز تو خواهم بود. اندر دل پرشورم تا نشعه عشق هست، مفتون تب و سوزی آواز تو خواهم بود. درود و پیام بینندگان عزیز و گرامی قدر برنامه آفتابباران. اینک برنامه نوبتی خویش را با معنی‌های گرم و صمیمی منظور شما خواهیم نمود. مهمان امروزی برنامه ما نامزد علم‌های فیلологی، دوسنت دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов، استاد عزیزمان احسان رجبی هستند. خوش آمدید میگوییم به شرکت تلویزیون و رادیو سیمای مستقل یکم. میخواستیم که در برنامه امروز نیز یکی از غزل‌های استاد لویقرو شرح و تفسیر فرمایید. غزل انتخابی ما هر قدر راست بگویی به خطا مپیچی. میخواستیم فکر و اندیشه های علمی شما را وابسته به این غزل دانسته باشیم. اولا درود نامحدود به بینندگان ارجمند و برنامه شما که دعوت کردید. خب وقتی ما به مطالعه اشعاری استاد لایق میپردازیم باید بدانیم که هر این برداشت ها یک نظری انفرادی، نظری شخصی یک نفر هست و ما قضاوت و حکمی آخری آن را هم نداریم که مثلا بیننده ارجمند بگوید که لایق چنین گفته است، نه چنان گفته است، بلکه این یک برداشتی یک نفری که لایق را دوست می‌دارد. و از خصوصیت های خوب شعر هم این است که هر کی به اندازه وسعت فکر خودش میفهمد و برداشتی میگیرد. شعر از بیدل هزار نفر شعر بیدل را بررسی میکنند، تحلیل میکنند، تفسیر میکنند، اما هر کس به همون دایره اندازه دایره فکر خودش یک گوهری مقصود به دست میبیارد. از اینجا من هم وقتی که ما در چند برنامه شما غزل‌های استاد لویق را تا اندازه معرفت کردیم، معنی کردیم، این هم یک برداشتی انفرادی یک شخصی ما هست، نه اینکه یک حکم و یک قضاوت و یک ادعایی نیست. شاید برداشت ما چنین، شاید همین باشد. یک برداشتی داریم از غزل این است که میگوییم. برای همین چون که غزل انتخاب کردید گفتید هر قدر راست بگویی به خطا مپیچی. ما در نقد ادبی عموما در بررسی این یا آن اندیشه چند متدولوژی، چند متدهای داریم که باید از آنها استفاده کنیم. اگر ما یک غزلی یک شاعر را از نقطه نظری فلسفی بررسی کنیم میتوانیم فلسفی گپ بزنیم، و اگر این همون فلسفه بگوییم که بیا ما برداشت اجتماعی میکنیم میتوانیم اجتماعیات آن شعر را ما بازگو کنیم. اگر ما بگوییم که از نقطه نظری هنر ما به این وارد میشویم، و این از البته هنری شاعری که چگونه این سخن را بازگو کرده است و چگونه به رشته تصویر کشیده است. برای همین وقتی که ما این غزل رو میبینیم یک غزل بسیار هم از هر جبهه غزل بسیار استوار، بسیار پرمعنا، و میتوانیم از این برداشت فلسفی کنیم، برداشتی اجتماعی کنیم، برداشتی روانکاوی کنیم. و این هم که هر قدر راست بگویی به خطا میپیچی. اگر ما از نقطه نظری فلسفه حرف بگوییم میگوییم که در دنیای فلسفی گپ راست وجود نداره. وقتی که ما میگیم که این گپ من راست، حتما در پهلوش یک گپ دیگر هست که به اندازه، مثلا شما میگید که من به خدا باور دارم، یک کس میگه که کدام خدا. وقتی که میگیم که خدای، هر کس یک شناخته برای خدا داره. وقتی که میگید که خدای من راست هست و برای دیگر آدم خدای خودش راست. مثلا وقتی که ما میگیم خدا باور داریم، البته خدای هندو ها باور نداریم، البته خدای عیسی مسیح باور نداریم، البته خدای دیگر ها و نصران دیگر. یعنی که شما وقتی که من خدا باور داریم میگید، سوال میبرید که به کدام خدا؟ در مثلا انسیکلوپدیای خداها 2500 خدا اعتراف شده و نامبر شده و معرفی شده. وقتی که ما میگیم خدا باور داریم، تو میگید به کدام خدا باور دارید؟ یعنی در فلسفه وقتی میگید که فیزیک کوانتومی درست میگن و فیزیک کلاسیکی نیوتن هم هست و مثلا نسبیت اینشتین دیگر چیز میگه. یعنی که شما هر قدر راست میگید با یک جنبه خطایی های وجود داره. هر قدر که تو میگید همین حرف میگی، فکر نکن که تو میگید همین گپ تو راست. نه، در پهلوش با گپ های دیگر هم هست که آنها هم راست میپندن. مثلا دین برای دیندار راست، برای خدا ناباور دروغ. درست است؟ یعنی که از نقطه نظری راست این معنیه، این یک نقطه نظری فلسفی. دیگرش که اینکه وقتی که ما میگیم که راست به خطا میپیچی، اینم یکی از همین
نارسایی انسانیت هست که حرف مطلقی راست وجود ندارد. شما هر چیزی که میگویید تغییر پذیره. وقتی که تغییر نپذیرد کفنه. یعنی چیزی که کفن تغییر نمیکنه باز همون کفن که میبینن همون که تو بردنش تغییر نمیکنه اما تغییر نمیکنه. هر چیزی که هست این نسبتا است. یعنی این یک معنی برداشتن. دوم اینش که هر قدر راست بگویی به خطا میپیچی. اگر ما اینو مثلا گیریم اجتماعی تحلیل کنیم میگیم که من راست میگویم اما گیرد اطرافی من خطاکارا خطاگوها و من خطاگو میپیچم. و چه خیلی شما وقتی که انبوه خطایی ها هست انبوه دروغ هست راست میگوید و رفته رفته اخیر با همون دروغ و خطا هم واردی انمین راستگویی‌ها میشه. این از این اجتماعی است، سیاسی اجتماعی اگر گیریم من میگم در میان دروغ چه خیلی مثلا راست گفته میتونم تو هر قدر راست میگویی که به خطا میپیچی. یعنی که اگر تو راست گویی باشی اگر جهت اونجا نیست هر کسی که دروغ میگه بیشتر پیشتر میره. خب دروغ چه راست نیست. وقتی که راست میگه تو حتی میشه وقتی که جامعه تو خطایی ها مثلا در میان 4 دریا تخته بندم کرده باز میگه که دامن تر نکن هوشیار باش کجانگی گامی خواهی نخواهی تو تر میشی خواهی نخواهی دروغ میگه خواهی نخواهی دیدید ببینید اگر شما ورود شوید اگر بسیار چیزهایی که هست که این چیز برداری یا اینکه مثلا یک برداشتی دیگر این که انسان همیشه خطاکار است. یگانه بیگناه است که از نقطه نظر مثلا دین باوری اگر فکر کنیم یگانه اون که گناه وای ندارد خطاگی ندارد به ای پروردگار میگن خالق خطاگی ندارد. وقتی که ما راست گویم که دیگر این برداشت از همین مصر این است که با گفتن کار انسان به انجام نمیرسه. یعنی که تنها راست گفتن این انجام کار نیست، این حل مشکلات نیست. فهمیدید؟ البته راست گفتن در کار لیکن راست گفتن این هنوز آغاز کار است. هر قدر راست بگی با به خطا میپیچی معنیش اینه که این طول عمری که این تمام همین مثلا برای زنده ماندن از 4 حس یک حس حیوانات برای زنده ماندن ادیرش میخوان دنیا خودش همین چیزه. یعنی زندگی تمام دنیای جهالت است، دنیای مثلا ناعدالتی است، بی‌عدالتی است. تو خواهی نخواهی در این محیط راست گفتن نمیتونی. این یک حقیقتی بی بحث است. وقتی که ما میگیم که چرا واقعا نیست شما راست گفتن باید که در سر تیغ هم بیاد راست که نه ارزش ها دیگر میشن. بعضی جامعه ها تحقیر میکنن. شما تصور کنید همین روز در روز در آینه نیلگون میبینید 1000 تا سیاستمدار 1000 دروغ میگن اما راست گفته میگن. مثلا یک بحث است که در مثلا فلسفه چی است در یونان قدیم میگن که این صنعتی بحث یک صنعت بود به نام دروغگویی. فهمیدید؟ یعنی دروغ گفتن صنعت بود. اینها صنعت میگفتن دروغ اصلش ببینید راست. مثلا میگفتن که دپوتات ها فریادرسی مردمند. اصلا این گپ گویده که گپ دروغ نه راست لیکن تکش کوفید گوشش راست. این یعنی تا اندازه ببینید که اجتماعی سیاسی اجتماعیش ببینید دیگه اینا باز میگه که روی هر خط به بالا به بالا میپیچه. اگه انسان های بزرگ هر قدر که بالا میره دشمن زیاد میشه. تو هر قدر موفقیت میکنی در جامعه که موفقیت تو دیده نمیخواد هرگز تو مثلا با بلا میپیچی. بلا میپیچی اون خطا پیچیده بودی. هر راست گفته خطا پیچیدی. اگه بالا رفتی به بلا پیچیدی. تو خواهید نخواهید در محیطی که تو موفقیت نمیخواد تو اگر یک چی میگی مثلا این اگر از تاریخ گیریم که گلیله یعنی که اونهایی که مثلا گفتن که دین دروغ میگه دیدی چی شدن بزرگ شدن شخصیتی ماندگار شدن در تاریخ کتاباشون اما اینش سوزوندن اینش کشتن اینش زنده به زنده آویختن. اونها هر قدر که بالا شدن به بالا پیچیدن. این برداشتی یک مایستری استاد داره و امروز ببینید که اجتماعی تو هر چیزی که به نظر نمایان میشوی آسیب پذیر میشوی. در جامعه که مثلا همه چیزش کمبودی داره آسیب پذیر میشه. اگر جامعه که همه چیزش مثلا روی به ترقی هست دیگر هر چیز چند که ارزش انسانیت بالاتر میشه و ارزش فکر و افکار بالاتر میشه در این گونه جامعه ها خواهید نخواهید ارزش ها فرق میکنه. وقتی که ارزش استاد لایق ارزش امریکایی نگفته است. استاد لایق مثلا محیط امریکایی و محیط اروپایی نگفته است که اگر محیط اروپایی گیدگر هر قدر بالا روی به بالا نمیپیچی نگه و خدا میپیچی نقض میشد خیر ها اصلا گیده محیط خود ما گفته است که اگر روی هر قدر به بالا
و بالا میپیچه و شاهدش هم خودش بود که کیم که ها رفتن به بالا به بلا پیچیدن گذشتن مردن گرفت و اینو ببینید حوزه هم همینطوره که تو اگر شما ببینید در همین محیط افکار محیط اندیشه و افکار ما ببینید اگر شما هر چند بزرگ میشوید دشمنتان زیادتر میشه هر چند توانا میشوید ناتوانها دیدن نمیتونن این طبیعت انسانی ما همه خیلی افسوس که خب دومش در جوانی به خاطر سروی تر و تازه اینش نه که رمانتیکه این مصرش عجایب مصری بسیار هم استاد لایق یک گپ‌های حقیقت میگوید و در دوامش یک رمانتیکی بسیار عجیب میسازد و خودش هم خرسند میشه میگه که در جوانی به خاطر سروی تر و تازه یا این بسیار زیبا وقتی که یک جوان هستید خواهید نخواهید یگانه چیزی که میپیچید سروی قد قامتی یا بو برزید از نظر صنعت های بدیگری دیگر همون تضاد تو جوان پیچیدن اینش هم لیکن در فصل پیری به خاطر خشکی اصلا میپیچید فصل پیری تو کجا میپیچی یگانه جایی که میپیچی گردی همون اصلا وقتی جوانی گردی یار و همین دو تا چی کردن هم تضاد هست هم صنعت بسیار بلند شعری که اینجا هنرمندانه تاثیر داره همین بس قدی سروی یار پیچیدن هم عاشقانه هنرمندانه تاثیر داره و بگردی همون اساد دور زدن هم بسیار یک اندوه بزرگ اما حقیقتی زندگی همینه که تو در زمانه این خیلی هستی در زمانه تو عیادت نبرار این اساسا در این غزل کدام صنعت های بدیعی بسیارتر استفاده شده همین کلمه پیچیدن مثلا همین دو تا پیچیدن در زمانی بخته یک پیچیدن دو معنی کتی آمده هم در گرد اسا هم در گرد خد قامتی ها آخر اینجا ببینید که فصل پیری و فصل جوانی و پیری سنتی تضاد که هم جوانی هست هم با قد تر و تازه یار که سبز و معطر و معنبر تازه یک مثلا یاری جوان و دلکش و زیبا و خرامان و سرسیمای دیگر چقدر تر و تازه مانند گل اینو ببینید تضاد چقدر ریشه به ریشه همین استفاده میکند که با میگه که عصا نزد یک گل به یک عصای مانی چقدر فرقش هست تضاد هست هم جوانی هم پیری هم گل هم سرو هم عصا و هم پیچیدن که هم پیچیدن یک تاش بسیار اندوهناک یک تاش بسیار شادی آور یک تاش بسیار محبت زا بسیار عجیب ولی هم وقتی این چیز میگه با یک تضاد یک معنی بزرگه یک فلسفه زندگی در همین یک بیت چی میگه که تو از کجا به کجا میری همون چیز هم یک پیچیدن که گاه با اینش میپیچی وقتی با اونش میپیچی اول اون پیچیده بودید بس قدی سروی قد تازه یار میگه قدی سروی تر و تازه یار فصل پیری وقتی خشک و تر و تازه خشک و تر دیدید این همین یک بیت پر از مثلا هنرمندانه صحنه تصویری استفاده کرده اما یک دنیا معنی در خود گنجانیده است دیگرش باز هم اینم اگر ما برداشت‌های اجتماعی کنیم و برداشت‌های روانکاوی کنیم ببینیم که چقدر با همین محیط خود ما بسیار سازگار هست ما نمیتونیم ما اصل 22 23 هم ما وقتی که لایق اگر همین خیلی تصویر کنیم همین خیلی به همین روان پیش بریم مگر لایق کهنه نشدنی ببینید که برای چی ما حافظه میگیم که حافظ بسیار خوب گفته است نقض گفته است میگیم گفتیم برای اون که همون جامعه تا این جامعه پیش نرفت بعد گفته های حافظ درست برام راز ماندگاری حافظ میگه ما پیش نرفتیم این راز ماندگاری لایق هم که ما اگر پیش رویم اینها شاید کهنه نشون نه که کهنه نمیشن اینا شاید کهنه شون دیگه کهنه نمیشن چون که 1000 سال دیگه نشد اگه دیگه میشن بعد بیخیشی و بیکیشی و خامندشی بعد بیخیشی بیکیشی بیدینی دیگر هیچی از خامندشی وقتی که تو اندیشه های خام میپروری وقتی که یعنی خیشانت از دست میتی وقتی که هیچ یک تکیه‌گاه حد نمیموند وقتی که همه چیز از تو روی میگردانه وقتی که هر بهاری رو خزان هست این طبیعتی فلسفه طبیعت این چیزه هر وقتی که انسان ها یک وقتی میشد که گرد اطراف انسان ها پر انسان هست وقتی که انسان که حتی با فرزند خودش گردش نیست یعنی طبیعت این وی ما هست که همه گونه همه فهمش ما هست که واقعیت زندگی چون پشیمان شوی از خود به خدا میپیچی میاد از خودت پشیمان باشی به خدا میپیچی این هم تفکر شرقیانه خود ما یگان وقت دوری دورایی ما با دوری که همه چی دوریم دوری که همه خدمتی ما میکنند دوری که همه هر چی گویم میکنند ما یگان بار یاد خدایی نمیکنیم
همون وقتی که مثلا شما عادی ترین یک حادثه بینید، اگر وقتی که همه زمین جنبیدن، همه زمین جنبید، شما باورتون همه خدا گفته خیست همون لحظه. این پسیکولوژی هم میگه که برای زمین جنبیدن همه خدا گفت. همین بازرسی دولتی اتومبیل، بازرسی دولتی وقتی که شفیار میدارد خدا میگه ای خدا بیو، یک چیز اثرش بکنه ای خدا ها. وقتی که شما اومد به سرتان یگان سختی، یگان مثلا وزنی، ما یاد خدا میفرستیم. چرا میگه؟ چون فکر شرقی ما تا زمانی که همین گرفتار نشیم یاد خدا نمیافتیم، هم تو خدا نمیگیم، دی خدای برای منفعت ما خدا که معامله میکنیم، برای اون که من خدا جان این کار کنم تو این کار کن، نه تو یک برای هیچ کار نکند خدا گه عموما برای همین اینا میگه. تو میگه تو همین خیلی جامعه انسان هستی، وقتی که میگه استاد خیلی روانشناس، خیلی میدونه جامعه شناس، یک جامعه شناس بزرگی همین عصر 20 خودمون عصر 21 استاد لایق میگه که بعدی بیخیشی و خامندشی چون پشیمون شوی است، اما کارا تو پشیمون میشی، هیچ که تو نگاه نمیکنه، یک روزای نحس و روزهای بسیار بعد و گرفتار میشی، شما به خدا میپیچی، خدا به خدا نماز میگیره، نماز خوان میشی. اصل خدای دیگه کس بود، در جوانی دیگه کس بود، در رئیسی دیگه چی بود، در مثلا داراییش دیگر کس بود. وقتی ببینید که هیچ همه عدس رفت، سجاد جای نمازش میگیرد مسجد میره، خود به خدا میپیچه، این خدا اونجا بوده. بسیاری حاضر میبینید که همه کار کردن با رفتن حاجی با من حاضر به خدا پیچیده گشته. فهمیدید؟ من خدا چی؟ استاد لایق در همون وقت گفت میچیده که میگه ما همین خیلی انسانایی هستیم که این بسیار یک نقدی اجتماعی که در شعر گفته است. اینو میتونید به همون یک تو مقاله کرده هم گویی، همین یک مصرع گیرید یک مقاله میشه، یک مقاله نظم میشه. خب دیگرش ز آسمان دست تو پای از زمین کنده شود، از جزا گر بگریزی به قضا میپیچی. تو فکر نکن که میگه یگانجا گریز داری، هیچ کس از قضا گریخته نمیتونه. ممکن تو از مثلا از جزا گریزی، ممکن اگه کار کنی و تو از جزا گریزی، ممکن توی بازداشت نکنه، ممکن کاری کردن به از این دنیا تو جوابش نبینی، لیکن تو از قضا هرگز دستی گریخته نمیتونی. تو ممکن یک ملیشه گریزی، ممکن قاقوزی گریزی، ممکن با شناس بازی یگان چی یگان کس گریزی، از جزا گریخته میتونی میگه، لیکن از خدا از قضا گریخته نمیتونی. تقدیری تو از تقدیرت گریخته نمیتونی. دستی اجل دست قضا هرگز توی رها نمیکن، حتما در آخر دست قضا هست، چون که حتما میمیری، حتما تو قضا چی حکم قضا همین است میگه. از این چی گریخته نمیتونه. این جزء حقیقت گفته است، این حقیقت گفته است که ببینید دیدید در همین چی وقتی که ما میبینیم هرچند حقیقت های تلخ، اما ما اینه استاد فهمید است، دید است، شنید است، گفته است، متوجه شده است این چیزای آورد. ما اینو میبینیم که ها حقونه همه خیلی میگه. چرا؟ چون که شاعری زمان خود در برنامه‌های گذشته‌تون گفتیم که بعضی شاعرها جهان نمی در جهان اما جهان نمیشناسن. و جهان شناخته است. خب دیگرش گر نسوزی به غم خلق بسوزد گیرد. هرچند که این فکری شخصی استاد لایق، اما فکری شرقی تنها همین تشویق میکند که به غم و درد خلق سوز میگه و یک روز میگه. چرا که همین گیرد سوزد به اون معنی که اگر وقت وی جاش به وقت بیت دیگرش میگه که همیشه نبردارد کسی تابوت خود رو برای یکدیگر در کار ماییم و توی تابوت همون خلق میبرداره. تو به غم خلق هم میگن کار کن، تو همون گیرد نسوزن یک گیرد سختن یک وعده یک گیرد سوزن یک دعا دیه. این تنها شاید فکری شخصی استاد این حتما همه خیلی نمیشه، لیکن یک فعل ما بیاد یک جهل ما بیاد یک وقت چه میگوییم که این نبا یک وکر گر نسوزی به غم خلق بسوزد گیرد یک نب یک دشنام یک نب یک توعیه شما با تاکید کرده، تاکید هایی که همه خیلی میشه. اما این فکر شخصی استاد شادی خلق نخواهی به عزا میپیچی. باید که انسان شادی خلق کنه، لیکن عزا پیچیده نشه به اون خاطر که تو عزای به عزا میپیچی به اون معنی که خلق توی تنها خلق از خلق جدا میشی به کجا میپیچی؟ به عزا میپیچی. عزا چی؟ عزا همین گرفتاری، عزا همین از دست دادن، از به مصیبت گرفتار شدن.
انسانی که از جامعه جدا شده چقدر اعضای بتره. اخیرا اون بیتی میگن من به تو میگویم و بر خویش و به هر کج رفتار، هم به تو میگم هم به خویش میگم به خودم میگم هم به همه کج رفتارهای میگم که از راه راست برای به کجا میپیچی و غیر از راست کجا میپیچی؟ کجا میپیچی؟ از راه راست برای البته به کج میپیچی. بله. ها کج رفتار یعنی در مثال اولم گفت کج رفتار هم به خودم میگم اشاره کرد که تو البته میگه از راه راست برای به کجا میپیچی. و میگن که اگر خدا از تو دست، اینم فکر شرقیانه بود، خدا از تو دست کشیده دیگه تو به دست کی میری، اینم میگه که تو از راه راست برای به کجا میری، البته برای کج میری، نادرست میری. این راه که تو میری به ترکستان مثلا. بله. برای همین در همین شعری که میتونیم با ساعت ها گپ زنیم درباره علمی که غزل بسیار پرقوت اجتماعی است، از نقطه نظری روانی هم بسیار پربار است و از نقطه نظری هنری هم میبینید که در با یک پیچیدن و با یک مثلا سخنبازی ها معنی های بسیار بیکر و نو به پیشکش ما میکنه. تشکر زیاد. واقعا غزل این اجتماعی برای بینندگان گرامی ما نیز غذای معنوی بخشید و بغیر از این در هر مصرع یک معنای نو را شما پیشنهاد نمودید که این معناهای نو بود. من نیز از آن برداشت گرفتم. واقعا این غزل نیز برای تربیت نمودن انسانی کامل، هدایت نمودن برای راست مساعدت میکند. خوش آمدید میگویم به برنامه آفتابباران. سربلند باشید. سلام. اگر تیرم به سر برد تو را من دوست می‌دارم، اگر چرخم بیازارد تو را من دوست می‌دارم. دوستداری همدیگر باشید بینندگان عزیز و گرامی قدر برنامه آفتابباران. تا هفته آینده سلامت و سربلند بمانید.